سامانه رسمی هفته‌نامه SSR یک هفته باز مسدود است. با هیچ قلف شکن باز نمی شود. مسئولان این هفته‌نامه میگویند به شرکت اینترنت رسان مراجعه کردند اما هیچ کس سبب اصلی آن را نگفته است. شرکت واویلان که سرور SSR در آن است در جواب رسمی به این هفته‌نامه گفته است که گنجایش سامانه مذکور پر شده است و با این سبب آن باز نمی شود. در روزنامه به ما گفتند با وجود زیاد کردن گنجایش سامانه هنوز هم به آن دسترسی امکان ندارد. مسئولان این هفته‌نامه یک سببی بسته شدن سامانه اش را در مطلب‌های آخر خود می‌دانند که هم در هفته‌نامه و هم در سامانه نشر کرده‌اند. هفته‌نامه سیاسی و جمعیتی SSR ضمن امضای سازشنامه خدمات علاقه تاجیکستان و روسیه در حضور رئیس جمهور هر دو کشور از حضور نداشتن رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در هفته‌نامه خود خبر نشر کرده بود. من نمیگویم که من از بیک صبور است، چون که من مدرک ندارم، من فکت ندارم، من دلیل و رقم ندارم. من تنها میگویم که در این کار دست آدمی هست که در همین ساحه قوی است. این کار رو من فکر میکنم نخود تا این حد همین مشکل پیچیده باشد که شرکت اینترنت رسانی واویلان هم نداند که مشکل ما در کجاست. سامانه نشریه SSR همگی یک سال قبل در همین شب و روز راه اندازی شده بود. با گفته مسئولان این هفته‌نامه برای برقراری آن تمام تلاش امکان پذیر را میکنند. هنگام حضور ما در اداره این هفته‌نامه یک مرتبه به مدت خیلی کوتاه سامانه SSR باز شده دوباره ناپدید گردید. مسدود شدن دسترسی به سامانه SSR در حال است که به آگاهی بستن یا مسدود کردن سامانه ها در تاجیکستان کار معمولی شده است. بارها سازمان‌های بین‌المللی برای این مسدودیت تاجیکستان را در قطار کشورهای قرار داده است که آزادی بیان را محدود می‌کنند. خدمات علاقه تاجیکستان که به واسطه همه شرکت و سامانه‌های اینترنتی را زیر نظارت دارد، معمولاً دست داشتن خود را در این سایت‌بندی‌ها رد می‌کند. ولی تا حال هیچ نهاد یا شرکت سبب بسته شدن این سامانه را شرح نداده است.